اکادمیک تلپک نظاروف وزیر سابق موارد و وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان روز 15 مارس سال 2023 به سن 85 رسید. تلپک نظاروف از سال 1994 تا 2006 در طول 12 سال رهبری اداره سیاست خارجی تاجیکستان را بر دوش داشت و از دیپلمات‌های سابقه دار تاجیک به شمار می رود. تلپک نظاروف 15 مارس سال 1938 در نویه دنقره به دنیا آمده است. او سال 1960 دانشکده مالیه و اقتصاد شهر لنینگراد به نام وزنسنسکی را ختم کرده از سال 1960 تا 1988 28 سال در دانشگاه دولتی تاجیکستان کار کرده. از استاد عادی تا به مقام‌های مدیر کافدره مالیه و قرض دکان رشته اقتصادی رسید و سال 1982 تا 1988 رکتور دانشگاه دولتی تاجیکستان بود. تلپک نظاروف همچنین از سال 1988 تا 1990 در مقام وزیر موارد و سپس تا سال 1991 در مقام معاون رئیس شورای وزیران و رئیس گوسپلان کار کرده. از سال 1991 تا 1994 نایب پرزیدنت اکادمی علم‌ها و سپس از سال 1994 تا زمان به نفقه برآمدنش در سال 2006 در طول 12 سال وزیر کارهای خارجی تاجیکستان بود. بعد به نفقه رفتن هم اکادمیک تلپک نظاروف از سال 2008 تا 2013 رهبری فوند خیریه جمهوری را که با تشبث پرزیدنت امامعلی رحمان تشکیل شده بود بر عهده داشت. تلپک نظاروف سال 1965 اسپرانتورا و سال 1975 دکترانتورای دانشکده مالیه و اقتصاد شهر لنینگراد را ختم کرده. هر دو رساله نامزدی و دکترایش را نیز در لنینگراد دفاع کرده است و سال 1975 در سن 37 دکتر علم‌های اقتصادی گردیده. سال 1976 در سن 38 عنوان پروفسور را به دست آورده بود. تلپک نظاروف از سال 1988 سزاوار عنوان ارباب شایسته علم تاجیکستان، از سال 1991 صاحب عنوان اکادمیک اکادمی علم‌های تاجیکستان شده. سال 2003 برنده جایزه دولتی به نام ابالی ابن سینا گردید. تلپک نظاروف مؤلف زیاده از 100 رساله و مقاله های علمی در علوم اقتصادی و دیپلماتی از جمله مؤلف کتاب های دیپلماتیای معاصر تاجیک و اصلاحات اقتصادی و همکاری و امنیت می باشد. تلپک نظاروف در سالهای 1996 و 1997 رهبری هیئت حکومت را در مذاکرات با مخالفین بر عهده داشت و در رسیدن به صلح و امضای سازشنامه صلح سال 1997 که به جنگ خونین شهروندی در تاجیکستان نقطه گذاشت نیز سهم مهم دارد.